اخیراً در نظام مقدس با یه پدیده مواجه هستیم که بهش میگن طلایی کردن. این پدیده اینجوریه که اول مردم رو از یه حقی محروم میکنن، بعد نسخه طلاییشو به زور و ضرب رسانه‌هاشون توزیع میکنن. اجازه بدین یه مثال براتون بزنم. مثلا استفاده از گردش آزاد اطلاعات حق هر شهروندیه، اما اینا یه جایی مثل تلگرام رو به طور کلی فیلتر میکنن، بعد به جاش یه چیزی به اسم تلگرام طلایی درست میکنن. بابتش هم میلیاردها تومان هزینه میکنن. این موضوع فقط به تلگرام طلایی ختم نمیشه اخیراً یوتیوب طلایی هم راه افتاده، فیسبوک طلایی، توییتر طلایی، ایمیل طلایی، گوگل طلایی، طلایی، خلاصه هر چی که دسترس مردم بهش قطعه رو یه نسخه طلایی ازش درست کردن که مثلا بگن حالا درست ندارید ولی فکر کنید که دارید. این پدیده یه ذره دیگه هم ادامه پیدا کنه احتمالاً وارد حوزه‌های دیگه هم بشه. مثلا اگه یه وقت وزارت کار بخواد نسخه طلاییشو منتشر کنه، اینجوری میشه که شما در واقعیت بیکارید، هرچی هم میگردید کار پیدا نمیکنید، اما وقتی نسخه طلایی رو روی خودتون نصب میکنین همیشه احساس میکنید که شاغل هستید. هر کس هم ازتون بپرسه که شغلتون چیه میگین که بیکار طلایی هستم، یعنی بیکارم، ولی شما فرض کنین که بیکار نیستم. یا مثلا دموکراسی هم نسخه طلایی داره. آره بابا، دموکراسی طلایی اینجوریه که بهت میگن بیا رأی بده، ولی فقط به کسایی میتونی رأی بدی که قبل از شما توسط یه مش آخوند فسیل شده تایید صلاحیت شدن. روشش هم اینجوریه که شما هر 4 سال بین آخوند شماره 1 و آخوند شماره 2 و آخوند شماره 3 و آخوند کدشلواری و آخوند موفرفری باید یکی رو انتخاب کنید که آخرش هم هر گزینه‌ای رو شما انتخاب کنید مستقیما میره از دستورات آخوند اعظم اطاعت میکنه. به این پدیده میگن دموکراسی طلایی که یه مش آخوند روی مملکت چنبره زدن و 30 و اندی سال از سر سفره انقلاب بلند نمیشن.